برنامه آخری که میخوایم کار کنیم این برنامه است. ببینید برنامه بنویسید که شما یک دایره را از کاربر بگیره و مساحت و محیط دایره را حساب کنه. بچه‌ها مساحت و محیط دایره اگه بلد نیستید اینطوریه که عدد پی که یک عدد ثابت معمولا 3.14 در نظر میگیره، منتها یک عدد گنگه، یعنی این اعشار و ممیزش تا بی‌نهایت ادامه داره. منتها معمولا توی محاسبات دبیرستانی یا راهنمایی دو تا رقم اول به عنوان یک دقت خوب در نظر میگیرن. آر چیه؟ آر همون شعاعی هست که کاربر داده، حالا به سانتی متر یا متر هر چی. اینم که توان داره، یعنی پس عدد پی رو 3.14 رو من ضرب کنم در چی؟ در شعاع به توان 2 مساحت دایره رو به دست میارم. اگر 2 برابر عدد پی رو ضرب در شعاع کنم محیط دایره به دست میارم. برای این ما چی نیاز داریم بچه‌ها؟ یک متغیر میخوایم که از کاربر بگیریم که اسمش رو میذاریم R، مخفف رادیوس هست یعنی شعاع، که شما میتونید شعاع بذاری، SH بذاری، هر چی که دوست داری بذاری طبق معمول. یکی هم مساحت و محیط رو باید در داخل یه متغیرهای ذخیره کنیم. پس ما 3 تا متغیر نیاز داریم. اما قبل از این بریم یک کاری انجام بدیم. یه نکته میخوام بگم که میتونه جالب باشه. نکته که میخوام بگم اینه که ببینید عدد پی همونطور که گفتم 3.14 هستش و این اعشارش تا بی‌نهایت ادامه داره. در واقع جزو اعداد گنگ حساب میشه. اعدادی هست که تا بی‌نهایت ادامه داره و بشر نتونسته تا الان تهش رو به دست بیاره. حتی با سوپر کامپیوترها و کامپیوترهای پیشرفته هم رفتن تا هزاران اعشار جلو ولی بازم نتونستن به آخر برسن. حالا کار به این بحث ریاضیش نداریم. خب اگه من 3.14 رو حساب کنم که خب خیلی خوبه، منتها من دوست دارم 3.14 رو مثلا با 15 رقم اعشار حساب کنم. خب از اون طرف هم 15 رقم اعشاری که حفظ نیستم که برای عدد پی، از طرف دیگه بلدم نیستم محاسبه کنم عدد پی رو که حالا با تا 15 رقم اعشارش بدونم چطوری به دست میاد و اینا. چه کار میکنیم؟ از کتابخونه مت که توی پایتون هست استفاده میکنیم یا ریاضی، که استفاده از کتابخونه ها رو من تو این فیلم که این بالا میذارم بهتون آموزش دادم قبلا، لطفا برید ببینید. خب ببین اینجا مثلا کتابخونه مت رو من ایمپورت کردم. اینجا هم ببین ما دستور یا متد پی آی که به معنی عدد پی هست رو داریم، یعنی میگیم برو عدد پی رو از توی کتابخونه مت در بیار. کجا ذخیره کن بچه‌ها؟ توی آ ذخیره کن. و اینجا هم گفتیم که شما لطفاً آ رو حالا چاپ کن کامپیوتر جان. حالا چاپ میکنیم ببینیم به چه صورت میشه. خب ببینید بچه عدد پی رو فکر میکنم تا 15 رقم اعشار باشه. حالا باید حساب کنیم، یعنی 3.14 رو داره، بعدش نگاه کنید 15 92 65 35 89 793. فکر میکنم 15 رقم اعشار باشه اگه اشتباه نکنم. خب خیلی بهتره دیگه، یعنی ما اگه تو محاسباتمون این عدد پی رو حساب کنیم مساحت و محیط دایره رو با دقت بالاتری میتونیم به دست بیاریم. و این عدد پی درسته عدد پی هزاران مقدار اعشار داره، ولی این 15 رقم اعشار خیلی دقت بالایی برای محاسبات بسیار 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 حتی دقیق مهندسی کاملا کافیه، بیشتر از کافی هستش در واقع. حالا با توجه به این میخوایم بریم مسئله قبلی رو حل کنیم. در واقع میخوایم عدد پی رو از طریق کتابخونه مت بیاریم داخل بازی. ببینیم چطوری میشه. خب بچه‌ها نگاه کنید، اینجا کتابخونه مت رو ایمپورت کردیم برای اینکه قراره که از توش عدد پی رو در بیاریم. تو خط 2 ورودی گرفتیم از کاربر. فقط نکته که باید دقت کنید، من اینجا به جای این فلوت گذاشتم چون ممکنه کاربر عدد اعشار هم مثلا چه میدونم مثلا 17 ممیز یه چیزی بزنه، مثلا هر عدد اعشاری. عدد صحیح هم بزنه که طبیعتا قابل قبوله، منتها توسط این متد سازنده فلوت اون عدد صحیح تبدیل به اعشار میشه. یعنی اگه مثلا شما 2 هم بزنی فلوت رو تبدیل به 2.0 میکنه، بعد توی آر که اینجا باشه ذخیره میکنه. خط 3 اومدیم مساحت رو چجوری حساب کردیم؟ گفتیم عدد پی رو از کجا آوردم؟ از توی کتابخونه مت، همونطور که گفتم با دقت بسیار بالایی ضرب در شعاعی کردم که از کاربر گرفتم که خود شعاع به توان 2 رسیده. در واقع اینجا همونطور که میبینید اینجا توان 2 هستش. محیط رو هم همینطوری با فرمول مخصوص خودش حساب کردم. 2 رو ضرب در عدد پی که کردم که از اون بالا از کتابخونه مت به دست آوردم و ضرب در شعاع کردم اینجا و مساحت و محیط رو اینجا حساب کردم و در نهایت 3 تا خط آخر برای چاپ کردنش. منتها اینجا من ببین
یه دونه کلمه شعار رو کامل نوشتم اینجا، یه کلمه مساحت هم نوشتم که عیناً چاپ بشن، بعد اینجا ویرگول گذاشتم، سپ گذاشتم. ببین خیلی شبیه اون اندم یادتونه یه همچین چیزی بود، بعد جلوش یه چیزی. خب این سپ چیه؟ سپ مخفف کلمه سپریشن یا جدا کردنه. میاد میگه آقا بین دو تا یا هر چند تا آیتمی که قبل از سپ هست، الان اینجا من 2 تا گذاشتم، خب میگه بین اون 2 تا بیا تو 5 تا ضرب در جای خالی، 5 تا جای خالی بذار. یعنی 1 2 3 4 5 بار انگار اسپیس رو بزنی، یعنی شعار رو اینجا می نویسه، مساحت رو اینجا می نویسه و وسطش هم جای خالیه. سپ این کار میکنه. مثلا همین کار رو برای خط بعدی نگاه کنید، اومدیم مقدار شعار رو که کاربر داده و مقدار مساحت به دست اومده رو اومدیم چیکار کردیم؟ با 7 تا جای خالی نوشتیم. البته بچه‌ها لازم نیست که حتما بنویسید 7 ضرب در مثلا جای خالی، میتونید خودتون اینجوری اسپیس رو بزنید 1 2 3 4 5 6 7. تا خب این خود سخته، چون اگه حواستون پرت این 6 تا 7 تا رو اشتباه بشمرید ممکنه این 6 تا بشه یا 5 تا بشه یا 8 تا بشه به جای 7 تا. ولی اینجوری راحت میگه آقا 7 تا مثلا ویرگول، 7 تا نمیدونم مثلا چه میدونم نقطه بذار، هر چی که دوست داشتید میتونید بزنید. حالا میریم بقیه هم تست میکنیم ببینیم چطوری. تا همینجا این برنامه رو خروجی بگیریم ببینیم به چه صورت میشه. ببینید دیگه شعار رو وارد کنید. من مثلا وارد میکنم 13-5. خب ببین چطور این خروجی برنامه است. ببین شعار مساحت نوشته، بینش 5 تا اسپیس خالی گذاشته طبق این پرینت خط اول. خب طبیعتا میره خط بعدی دیگه، میره خط بعدی، چون پیش‌فرض پرینت گفتیم اینه که میره خط بعدی، هر دستور پرینت میبره خط بعدی. تو دستور پرینت دوم شعار که کاربر داده رو نوشته و 7 تا جای خالی داده، ببینید، و عدد به دست اومده رو نوشته، هرچی که هست مساحت رو حساب کرده نوشته، PR2 رو نوشته، و خط بعدم که محیط رو حساب کرده و این خط آخر که دیگه ساده است مثل همیشه کاری که می‌کردیم، یعنی چیز جدیدی نیستش. خب حالا مثلا من بیام به جای خالی مثلا آندرلاین بذارم اینجا، ببین چی میشه. اجرا میکنیم دوباره، من همون 13.5 رو میدم. ببین اینجا ببینین 5 تا آندرلاین گذاشته بینش، متوجه شدین؟ یا مثلا اینم 7 هم بذاریم 5 که اینا یه خورده با هم دیگه چیز شن، یه خورده با هم دیگه مرتب شن توی خط. آره مثلا ببین اینجوری، ببینید. پس 2 تا پارامتر سپ و اند رو ما یاد گرفتیم که توی دستورات پرینت میتونیم استفاده کنیم. یه جمع‌بندی کنیم. ما چی یاد گرفتیم امروز؟ ما یاد گرفتیم که توی دستور پرینت که یک تابع هست، ما توی این پرانتز میتونیم پارامترهای مختلف بذاریم. اول چیزی که یاد گرفتیم این بود که گفتیم آقا جون اگر دستور پرینت رو همینجوری من بدون هیچی بذارم یه خط خالی ایجاد میکنه میره خط بعد. اینو یاد گرفتیم. نکته بعدی یاد گرفتیم گفتیم توی پرینت ما میتونیم خود دیتا رو بذاریم، مثلا بنویسیم 24، خود 24 رو برام اینا چاپ میکنه، یا مثلا بنویسیم پرینت توی کوتیشن هر چی، یعنی هر چی جای خالی، حتی هر کاراکتری، هر زبانی، هر چی بذاری اینو عیناً برام میفرسته. نکته بعدی که یاد گرفتیم این بود که گفتیم آقا جون ما تو پرینت میتونیم اقلام متعدد رو با ویرگول کنار هم دیگه چاپ کنیم، مثلا بگیم A رو چاپ کن، B رو چاپ کن مثلا، بعد عدد مثلا 32 رو هم کنارشون بعدش چاپ کن، که میاد هر مقداری داشته باشه از تو حافظه چاپ میکنه، یه فاصله میده، بعد مال ب رو چاپ میکنه، یه فاصله میده، بعد 32 رو چاپ میکنه، یه همچین کاری میکنه. نکته بعدی که یاد گرفتیم گفتیم آقا جون ما تو پرینت عبارات محاسباتی هم میتونیم بذاریم، یعنی شما اینجا میتونی هر عبارت محاسباتی بذاری، به این صورت انجام میشه که اون عبارت محاسباتی اول حساب میشه بعد نتیجهش چاپ میشه. یعنی مثلا میتونی بذاری 2 به اضافه 24 که نتیجه این میشه 26 در واقع چاپ میشه، و هر گونه هر نوع عبارت محاسباتی دیگه که فکرش رو هم بکنید. نکته بعدی که یاد گرفتیم این بود که ما توی دستور پرینت میتونیم یک اعلانی، یعنی میتونیم و باید هم بهتره که این کار رو انجام بدیم، مثلا یه اعلانی برای کاربر بنویسیم، مثلا this is یه چیزی، حالا بعد کوتیشن رو میبندیم، ویرگول میذاریم، بعد اون چیزی که میخوایم حالا کاربر ببینه. چطوری خروجی چی میشه؟ این this is فلان رو چاپ میکنه، یه فاصله میده، یه فاصله اینجا میده، بعد این آیتم هم میاره اینجا میذاره، و اینجوری خروجی ما با معنی‌تر و خوشگل‌تر و قابل فهم‌تر و از گیجی جلوگیری میکنه. اینم نکته بعدی بود که ما یاد گرفتیم. نکته بعدی که در مورد پرینت ما یاد گرفتیم این بود که پرینت گفتیم آقا هر چی که شما جلوش بذاری به طور پیش‌فرض میره خط بعد
منتظر دستور پرینت بعدی میشه، میره خط بعد، منتظر دستور پرینت بعدی میشه. همون چیزی که راجع به مثلا پرینت خالی هم گفته بودیم. بعد گفتیم برای اینکه اتفاق نیفته از یه پارامتری استفاده میکنیم به اسم end مساوی یه چیزی. یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی به این صورت بود که گفتیم print هر چی که میخواید چاپ بشه اینجا مینویسی، بعد ویرگول میذاری، در واقع من با یه رنگ دیگه بنویسم، ویرگول میذاری اینجا مینویسی end مساوی. حالا میخوای بعدی که اینا چاپ شدن بین اینها و پرینت بعدی چه چیزی ظاهر بشه. اگه میخوای فاصله خالی ظاهر شه، توی کوتیشن یه فاصله، یه کوتیشن میذاری، یه اسپیس میذاری، یه فاصله میذاری، یا دو تا فاصله یا هر چند تا فاصله میذاری بین این دستور پرینت و دستور پرینت بعدی، اینا قرار میگیرن. خب در نتیجه دستور پرینت بعدی هر چی که میخواد باشه، خب مثلا من اینجا بزنم A1، اینجا بزنم A2، چه اتفاقی میفته؟ A1 چاپ میشه، یه دونه جای خالی اینجا ایجاد میشه، بعد A2 کنارش چاپ میشه، با اینکه A2 توی دستور پرینت دومه. اگر اندو من اینجا نمیذاشتم اینجوری چاپ میشد، A1 چاپ میشد، خط بعد A2 چاپ میشد. طبق پیش‌فرض گفتیم که هر دستور پرینت ما رو میبره به خط بعدی. این که جلوی این هر چی بذاری به خودت مربوطه، میتونی جای خالی بذاری، میتونی ویرگول بذاری، میتونی جای خالی ویرگول بذاری، این اسپیس ویرگول بذاری، میتونی اصلا حروف مثلا A بذاری بینشون A قرار میگیری، یا هر چیزی که دوست داری میتونی بذاری، که البته حروف خب یه مقدار غیر منطقی تر هستش که بذاریم. و در نهایت نکته آخر که یاد گرفتیم پارامتر سپریت بود. گفتیم آقا جون پرینت که میخوای بکنی شما مثلا اینجا چند تا آیتم میذاری دیگه، همیشه مثلا اینجوریه، مثلا 3 تا آیتم 4 تا آیتم من اینجا گذاشتم. در حالت عادی اگه اینو من الان چاپ کنم چی میشه؟ مثلا A هست 2، یک فاصله اینجا ایجاد میشه، بعد B مثلا هست 21، یه فاصله اینجا ایجاد میشه، بعد 23 یه فاصله اینجا ایجاد میشه، اسپیس یعنی در واقع ایجاد میشه اینجا، و در نهایت 20 مثلا 5 یه همچین چیزی چاپ میشه، یعنی اینجا فاصله های خالی قرار میده. ما میخوایم به پرینت بگیم که آقا جون من نمیخوام فاصله بذاری، میخوام مثلا ویرگول بذاری بینشون. چیکار میکنیم؟ اینجوری دستور پرینت رو مینویسیم پرینت مثلا A ویرگول B ویرگول C ویرگول حالا D ویرگول سپریت کن اینا رو با چی؟ ویرگول، یعنی ببخشید کوتیشن ویرگول. چه اتفاقی میفته بین همه اینا؟ یعنی مینویسه 2 ویرگول 21 ویرگول 23 ویرگول 25. پیش‌فرض چیه؟ پیش‌فرض اینه که جای خالی بذاره، یه دونه فاصله اسپیس میذاره پیش‌فرض. منتها ما میتونیم این پیش‌فرض رو با استفاده از پارامتر سپ از هم دیگه جدا کنیم. من فکر میکنم خیلی از چیزایی که راجع به دستور پرینت لازم بود و شما یاد گرفتین. تقریبا دستور پرینت همه کاربردایی که داره همین مدلیه، اما راجع به اینکه خروجیمون باز از اینی که هست بهتر و منظم‌تر و خاناتر و شیک‌تر و تمیزتر بشه، یه سری کلک‌های دیگه هست که انجام میتونیم بدیم که اینو توی فیلم‌های بعدی و بخشای بعدی کتاب یاد میگیریم. اگه سوالی چیزی بود حتما تو کامنت ها بپرسید یا تو کلاس از من حضوری بپرسید. تمرین هم هیچ وقت فراموش نشه. مرسی.